هلو، سلام، چطورین؟ چه خبر؟ امیدوارم که همه چیز خوب باشه. من اومدم با یه سری ویدیو در رابطه با زندگی در چین. امروز میخوام در رابطه با خریدهای آنلاین و اینکه چرا محبوبیت دارن توی چین براتون یه مقدار صحبت بکنم. پس اگه طرفدار اینجور ویدیوها هستید میتونید کانال منو سابسکرایب بکنید و از شرایط زندگی توی چین خبردار بشید و در واقع دکمه زنگوله رو اگر بزنین از این به بعد هرچی ویدیو در این رابطه براتون میاد و پست میشه رو شما میتونید به واسه خبردار بشین و تشریف بیارید و نگاه بکنید. پس همراه من باشید. خب کسایی که میان چین زندگی میکنن معمولا بعد از یه چند هفته‌ای با یک پدیده هایی به اسم تاوباو، پیندودو و اینجور اپلیکیشن ها آشنا میشن. این اپلیکیشن ها بچه ها اپلیکیشن های خرید آنلاین هست. هر چیزی که بگید توش پیدا میشه، هر چیزی، خوراکی، پوشیدنی، چه میدونم استفاده کردنی، همه چیز، وسایل مربوط به زندگی، وسایل ورزشی، چه میدونم آشپزی، مبل، میز، تلویزیون، خرید آنلاینه و از سر تا سر چین هم انجام میشه، یعنی فقط مختص به یک شهر نیست. اما خب مثلا توی پستش ممکنه که این قضیه یه مقدار تاثیرگذار باشه. مثلا اگر چیزی رو بخرید که مال شهر خودتون باشه یا مال استان خودتون باشه، مثلا به عنوان مثال جنجال مال استان خنن هستش. خب اگر که من یک وسیله‌ای رو بخرم که این وسیله مغازه‌اش توی استان خنن باشه، پستش حدوداً 2 روز طول میکشه. اما اگر خارج از محدوده خنن باشه و شهرستان باشه، معمولا بین 3 تا 5 روز طول میکشه که اون وسیله بیاد به دستتون برسه. اما این قضیه پست خیلی اهمیت نداره. چیزی که توی بحث خرید آنلاین توی چین خیلی اهمیت داره قیمتشه. خب من الان براتون یه مثال خیلی باحال میزنم. من امروز به خاطر اینکه یه خرید فورس داشتم و میخواستم یه فلشی رو سریع بخرم، یه اطلاعاتی روش بریزم و این فلش رو قراره که بدم که دوستان ببره ایران، مجبور شدم که برم از مغازه‌های داخل دانشگاه خرید بکنم. نکته اینه که مغازه‌های داخل دانشگاه معمولاً ارزونن. خب من الان بهتون این فلش رو نشون میدم. این یه فلش معمولیه، همینجوری که ببینید. اوکی، اینجا هم پایینش هم نوشته که 64 گیگه. خب پشتش هم قیمت زده، قیمت محصول رو براتون زده 45 یوان. من یه فلش 64 گیگ رو از دانشگاه که در واقع یه منطقه دانشجویی هستش و همه چیز ارزون تره خریدم 45 یوان. اما اگر همین فلش رو ما از طریق عکس توی اینترنت سرچ بکنیم، توی تاوباو درش بیاریم، قیمتش فرق میکنه. بریم با هم دیگه این قضیه رو ببینیم. 1 2 3 4 اوکی، خب بریم سراغ اپلیکیشن تاوباو. روی اپلیکیشن تاوباو کلیک میکنیم. بالای صفحه اپلیکیشن یه دونه عکس دوربین هست، روی اون میزنیم. تو این قسمت میتونید از طریق دوربین یا از طریق گالری عکس مربوطه رو انتخاب بکنید که من در اینجا از عکس آماده‌ای که قبلا تهیه کردم استفاده میکنم. به صورت اتوماتیک شروع میکنه به سرچ کردن و محصولی که سرچ کردین رو براتون با قیمت‌های مختلف تو شرکت‌های مختلف پیدا میکنه. همونجور که میبینید میتونین این محصول رو الان مثلا 64 گیگش رو پیدا کردیم، 28.5 گذاشته و تعداد روزی که برای پستش لازم هست، شهری که توش هست، مشخصات دستگاه همه براتون نوشته شده و شما خیلی راحت میتونید از طریق علی پی برای خرید این دستگاه یا خرید این محصول مورد نظرتون اقدام بکنید. بریم سر وقت پیندودو رو باز میکنیم. باز هم روی عکس دوربین کلیک میکنیم و این بار از خود دوربین برای محصول استفاده کردم. محصول رو سرچ میکنه و خیلی راحت فقط با چند لحظه ما میتونیم این محصول رو با قیمت 29.9 یوان در واقع پیدا بکنیم و بازم خریدش از طریق علی پی ممکن هست. دیدین چه باحال بود؟ در واقع من فلشی که اینجا خریدم 45 یوان
میتونستم از روی تاباو بگیرم حدود 30 یوان، در واقع 10 یوان 12 یوان اینطورا ارزون تر میتونستم بخرم. این یکی که اصلا دیگه شاهکار بود که اینو 40 تا بود، اونجا زده بود فکر کنم 20 تا اگه اشتباه نکنم. خلاصه که دلیل این که این خریدای اینترنتی اینقدر محبوبیت دارن به خاطر قیمت‌های کاملا متفاوتشونه و این قضیه فقط در رابطه با چیزای الکترونیکی مثل فلش و اینا نیست و در واقع شما هر چیزی رو اگه بخوای از روی اینترنت بخری ارزون تره، همه چیز ارزون تره. این صفحه ها همونجور که باز کردیم دیدیم یه بخشی داره نوشته پینجاب بچه ها قسمتیه که مردم نظر میدن، اما یه داستانی که وجود داره راجع به این بهتره که بدونین اینه که این پینجاها خیلی حقیقی نیستن. یه تعدادشون که اصلا مثلا ممکنه که پرسنل خودشون رفته باشن نوشته باشن، یه تعدادشون هم هستن که شما مثلا اگر که امتحان بکنید یه نظر بد بنویسین زیر اینا، بعد میبینین که یه نفر میاد ممکنه بهتون زنگ بزن بگم ما مثلا فلان قدر بهتون پول میدیم، اینقدر از هزینه‌تون رو بهتون برمیگردونیم، ولی شما برین این پینجا رو پاک بکنید. خب یا مثلا پینجا رو تغییر بدید، یا مثلا پولتون رو بهتون برگشت میذارم کامنت، برید راجبش کامنت خوب بنویسید. اوکی؟ بنابراین خیلی به اونا هم اکتفا نکنید. چیزی که خیلی توی خریدای اینترنتی توی چین ریسکیه بچه کیفیته. خب در واقع کیفیت محصول رو نمیتونید خیلی تضمین بکنید، خصوصا مثلا باز اپلیکیشن تاباو یه مقدار بهتر از پین22 یه مقدار ارزون تره ولی نمیشه خیلی بهش اطمینان کرد. تاباو باز یک کوچولو بهتره. کلا خریدای اینترنتی مخصوصا در رابطه با لباس و اینجور چیزا اگر زیر 100 یوان هزینه کردید خیلی انتظار واو نداشته باشید ازش و مطمئن باشید که زود خراب میشه. اما همون جنسه که میگیم زیر 100 داری میخری روی اینترنت، اگر که از مغازه بخری باید بالای 100 تا براش هزینه بکنی و همون کیفیت هم داره و تفاوتی نداره. در رابطه با پست اینا اگر بخوام براتون بگم، چون مثلا ما توی ایران از روی دیجیکالا که خرید میکنیم، دیجیکالا بسته رو میاره دم در خونه تحویل میده، درسته؟ توی چین بچه این شکلی نیست. شما باید اداره های پست اطراف خونه‌تون رو ببینید کدوم هاست. خب بسته شما میره به اداره پست ارسال میشه. وقتی که برسه به اداره پستتون یه دونه شماره برای شما میاد که بسته شما با محتوای فلان با شماره بسته فلان توی پستخونه مثلا شماره A، شماره B، شماره C، خب توی منطقه مثلا فلان آدرس پستخونه و شماره بسته رو براتون میفرسته. و حالا اینکه شما چه شکلی باید برید بسته رو تحویل بگیرید، این شکلی نیستش که برید توی اداره پست و مثلا شماره بسته رو به مسئول اونجا بگین اون بسته رو برداره بیاره. شما باید بر طبق شماره‌ای که اونجا نوشته شده توی دستتون دارید برید توی قفسه ها و بسته مورد نظرتون رو پیدا بکنید. بنابراین خیلی از اپلیکیشن ها این شکلی هستن، به غیر از یه تعداد محدودی که حالا مثلا شاید روی پستش نوشته باشه که ما این بسته رو دقیقاً میاریم دم در خونه‌تون تحویل میدیم، یا اپلیکیشن خاصی دارید استفاده میکنید که اون نوشته باشه بسته ها دم در خونه تحویل داده میشوند، یا ممکنه که مثلا ابعاد بسته‌تون خیلی بزرگ بوده باشه و اونو تحویل کوایدی بکنن و کوایدی بیاره دم در خونه بهتون تحویل بده. ولی 99% بسته ها همشون میرن به اداره پستی و شما باید برید به اداره پست نزدیک خونه‌تون و اون بسته رو تحویل بگیرید. این هم از در واقع مبحث پستش که چه شکلی میاد میرسه. به این شکل هستش دیگه همین دیگه. امیدوارم که این مطالب به دردتون خورده باشه. همراه من باشید. ما بازم از این ویدیوها براتون ضبط قرار بکنم و براتون میذارم روی یوتیوب. امیدوارم که به دردتون بخوره و نظراتتون و تجربیاتتون و اینکه حالا مثلا چی بهش میگن
تا به حال اینترنتی خرید کردید، جنساش چه شکلی بوده، از کدوم اپلیکیشن بیشتر استفاده میکنید، اینا رو حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. عاشقتونم. بازم یادتون نره کانال من سابسکرایب بکنید، دکمه زنگو درم بزنید که ویدیوهای جدید رو خبرش رو بگیرید. دوستتون دارم. مرسی که همیشه همراه من هستید.